چطور؟ یعنی چطور این واقعیه؟ برای عکس گرفتن کفایت میکنه، اما برای مراسم باید یکی دیگر رو درست کنی. من نباید کار نجار رو دست کم میگرفتم. ساختن استیج اندازه مدیریت یه شرکت سخته. خوشحالم که اینو فهمیدی. ساکت شو خواهش میکنم ساکت شو. اگه یکم دیگه بخوای به حرف زدن ادامه بدی ما دعوا میکنیم و منم نمیخوام الان دعوا کنیم. این لحظه بهترین لحظه ایه که تو این جزیره داشتم، باورت میشه؟ میخوام این لحظه رو داخل یه بطری بذارم و نگه دارم. ببخشید مزاحم شدم؟ امکان نداره. شما همدیگر رو میشناسین؟ گرچه از کجا باید همدیگر رو بشناسین؟ هاکان تازه امروز اومده، شریکم حاضیرا. هاکان دوست قدیمی منه، بهت که گفته بودم. از آشنایی باهاتون خیلی خوشحال شدم. پس اون شریک مخفی تو بودی؟ منم میگفتم کسی که با پویراز هتل باز کرده کیه؟ راستش خیلی شوکه شدم. چرا شوکه شدی؟ خب راستش فکر میکردم که شریک تو یه مرد داداش. ولی الان همه چیز مشخص شد. سردته؟ سرد شد. الان میریم. چیزی شده؟ کارت ویزیتمو پیدا نکردم. اومدم اینجا، گفتم شاید اینجا اومده باشه. نه اگه اینجا بود بچه ها به من میگفتن. بگذاریم، راستش خیلی هم مهم نیست. ولی خوب شد که اومدم. با حاضیرانم آشنا شدم. من به بچه ها میگم دوباره نگاه کنن، اگه پیدا کردم واسط میفرستم. من دیگه برم. صبر کن با هم بریم حاضیران. میبینم. پویراز تو بمون داداش، من باید راجع به موضوع مهمی باهات حرف بزنم. الان؟ حاضیران میشه ما هم دیگر رو ببینیم؟ شرمنده. چیزی شده؟ حالا حرف میزنیم ولی سر پا نمیشه داداش. بریم مکان آلپرینا. تو دیگه از کجا پیدا شد؟ بیرجیک گوشیو جواب بده. بیرجیک بهت میگم جواب بده. گوشیو بردار دیگه. بیرجیک بیدار شو. بیرجیک زود باش. بیرجیک بیدار شو دیگه. بیرجیک درو باز کن. زود باش این درو باز کن. باز کن دیگه. کجایی؟ زود باش بیرجیک. تو کجا بودی ها؟ چرا درو باز نمی کنی؟ چی شده؟ تصادف کردی؟ به آمبولانس زنگ بزنه. داداش دمت گرم. اوه اکیپ جمع شدن. زیاد که نمیمونیم. آکان میخواد یه چیزی به هم بگه. ببینم چیزی شده؟ نمیدونم. میفهمی. باشه برید بشینید. نمیدونم باید چطوری بگم. تو الان میری مکان آلپر، میفهمی که هاکان و پویراز در مورد چی حرف میزنن و به من میگی. باشه پوشیدی، زود باش دیگه. تو دیوونه شدی حاضیران؟ من کجا میرم؟ چی رو تعریف میکنم؟ چی رو میفهمم؟ اصلا متوجه نمیشم چی میگی. دارم میگم هاکان شخصیه که با آقا دویگون همدست شدن، منم احمق فرض کردن.
اون کسی بود که باعث شد زندگی پویراز رو نابود کنم. اونه دیگه هاکانه. انگار یه چیزایی داره یادم میاد. خب دیگه الان تو جزیره است، حتی میتونه پیش پویراز باشه. الان ممکنه بهش بگه که دختری که تو رو لو داده همون شریکته. ببین تو رو خدا دیگه چیزی از هم نپرس، چون که منم نمیدونم. یارو یهو مثل روح ظاهر شد، اصلا باورم نمیشه. تازه اینو میدونی اون موزی دوست صمیم نه؟ یعنی شاید به خاطر پنهون کردن راز خودش راز منم پنهون کنه. مگه نمیشه؟ خب میشه دیگه. ممکنه ها، ممکنه. الان زنگ بزن هاکان، بگو اگه منو لو بدی خودت لو میری. تهدیدش کن، یکم بترسونش. پیش پویراز این کارو بکنم عمرن. آخه من پیش پویراز وانمود کردم که اصلا هاکانو نمیشناسم. اگه الان که پیش اون زنگ بزنم هاکان، خب میدونی دروغم رو میشه. ببین بهترین کار ممکن اینه که بری ببینی اوضاع اونجا چطوره. خب برو بیرجیکم لطفاً. باشه مرسی. برو دیگه، برو بیرجیک، برو عزیزم، برو. شبتون بخیر. راستش خوابم نمی برد، گفتم رو به منظره ساحل یه چیزی بنوشم، شاید یکی همراهیم کنه. برک صندلی‌ها رو جمع کن. بستیم. پویراز؟ نه آلپر، گفت داریم میبندیم. صندلی هم برداشت انگار که میخواست بزنه تو سرم. الان مسئله آلپره؟ آره برای من هست. من بدون آرایش خیلی زشتم. همون پسری که تا دیروز برام خوشمزگی میکرد حالا پررو شده. بیرجیک میشه از پویراز برام بگی؟ هاکان چیزی نگفته؟ عصبانی بود؟ چطور بود؟ صدای درونت چی میشه؟ بگو دیگه، بگو. اونا نبودن. یعنی چی نبودن؟ یعنی رفته بودن. ببین خب این نشونه خوبیه دیگه. پویراز اگه اونجا بود حتما اونجا رو به هم میری. نه، اگه میفهمید سنگ میشد. بدون هیچ ریاکشنی سکوت میکرد، راهشو میکشید و میرفت. آرامش قبل طوفان. بیرجیک چی کار باید بکنم؟ ای کاش میتونستم چمدونمو جمع کنم از جزیره برم، اما متاسفانه نمیتونم برم. برای پرداختی بدهی مادرم مجبورم اینجا بمونم. میدونی پویراز چه بخواد چه نخواد، باید ضرری که بهش زدم و حتما جبران کنم. فردا ایلول و اعدام دارن میان، باید یه مراسم نامزدی بزرگ مهیا کنیم. اما سوالات معمولی هم من و پویراز نمیتونیم کار کنیم. اگه الان این مسئله پیش بیاد رسما نمیتونم نفس بکشم. حس میکنم قلبم از دهنم داره میاد بیرون. خیلی استرس دارم. خیلی خوب باشه، حالا بیا بریم تو برات یه قهوه درست کن. نه تو برو استراحت کن، من به حد کافی خستت کردم. برو دیگه. باشه برو. پس بعداً میبینمت. تو که بهم گفتی پویرازو دورا دور میشناسی، تازه دوست صمیم میشم هستی. منتظر بودم ببینم کی زنگ میزنی. وقتی در حقش بدی میکردی وجدانت به درد نیومد؟ ولی وجدان تو انگار زیاد به درد اومده. حاضران کنجکاوم بدونم برای اینکه خودت پول به دست بیاری زدی تو کار هتل یا برای جمع کردن کثافتکاری که سر پویراز تو و رئیست منو گول زدید. یواش، رئیس جفتمونه. ببینم آقا دویگونم وقتی شنید قد پویراز واکنش نشون میده. تو کیو رفتن رو فراموش کن. پویرازم نمیذاره تو جزیره زنده بمونی. براش تعریف کردی نه؟ چی گفت؟ با خشم معروف پویراز آشنا نیستی نه؟ نمیدونی اون لحظه چه کارایی میتونه بکنه. همینقدر بهت بگم که خیلی وحشتناکه. جوری آدمو زخمی میکنه که دیگه نمیتونی خوب بشی. صادق
من هنوز نشنیدم حاضیران مجبور به تخلیه خونه شده باشه. به حرفای من توجه نمی کنی؟ به خدا من رفتم حاضیران رو مجبور به تخلیه خانه کنم، پویراز اومد گفت حاضیران اینجا میمونه. من چیکار میکردم؟ قضیه رو خاتمه دادن، تموم شده رفت. من چی کاره هستنم؟ اینطوری گفت؟ میدونی که نمیشه با پویراز در افتاد. یه جوری رفتار کردم که انگار هاکانو نمیشناسم. این آخرین دروغم. از این کارو خسته شدم. پویراز جانم، پسر خوشتیب، چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ بذار من حدس بزنم چجوری بیدار شدی. خودت نگی. چی میخوای صادق؟ ببین من چی میتونم بخوام؟ سلامتی تو رو میخوام دیگه چی میتونم بخوام؟ یه درخواست کوچیک دارم ازت، یه درخواست کوچیک دارم، خیلی کوچیکه. باشه من فهمیدم. بگو ولی طولش نده چون اعصابم خورده. کارخونه‌ت بسته است دیگه، تو کلیدشو بدی منم توریستا رو برات نمیارم کارخونه رو بگردونم. من فقط یه پیشنهاد دادم، اگه اجازه بدی من پیشنهاده رو بهت بگم بعد برم. این زیادم مزاحمت نمیشم. چرا میخوای دعوا بگیری؟ من پیشنهاد صادق کارخونه من به کار کردن ادامه میده. هرچی هم که بشه من سعی میکنم اون کارخونه رو راه بندازم. به لج همه من سعی میکنم اون کارخونه رو راه بندازم. اینو فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. مگه میشه که نفهمم؟ میری روستا ها؟ اگه میری منم برسون. ببین منو برسون، هم میرسونی هم با خودت میبری دیگه. ببین خواهش میکنم معرفت داشته باش، من آدمم. الو. آره منم، بفرمایید. وامم تایید شد. باشه من امروز میام حلش میکنم. یه چیزی میخواستم بپرسم. میگم پویراز ازگور که با هم درخواست دادیم اونم باید بیاد؟ آره البته که باید بیاد. باشه ممنونم. روز خوش. روزام داره با سر و کله زدن با شما میگذره. تازه رو خواب و رویام هم کنترل پیدا کردین. دیشب داشتین در مورد یه موزی حرف میزدین، بقیه‌شو دیگه یادم نیست. همون بهتر که یادت نیست. راستی گرگم یه خبر وحشتناک در مورد شوی لباس زینب در اومده. بذار برات بخونم. آی نخون. باشه نخون. نه بخون. نه نخون. منصرف شدم. نه الان با شکم خالی نمیتونم تحمل کنم. اگه بخوای میتونیم توست درست کنیم. باشه شب پس حلوا میخوریم. مگه
الان تو دل طبیعت نیستیم، چیزای تازه ارگانیک. ها خوب. آره فکر خوبیه، ولی جایی نیست که بتونیم پیداش کنیم. یعنی چی جایی نیست که پیدا کنی؟ نیست دیگه. هست. وایسا. سلما سفره رو پر کن، چای رو دم کن، نیم ساعت دیگه اونجاییم، وقت تلف نکنی. ها گرگم حداقل یکم محترمانه تر درخواست کن. تنها چیزی که به بیچاره روحیه میده مهمون داشتنه. در واقع داریم بهش خوبی میکنیم. واقعا که زینبه. آی عزیزم داشتم به تو رسوایی رو تو اینترنت خوندی؟ حیف چشمم نیست، برای چی بخونمش؟ به طرح لباسای من میگه دموده، خنده داره، قدیمیه، اصراف پارچه است، کلی چیزای دیگه. خیلی جالبه. زینب اونا دستمال دخترم بلد نیستن، اهمیت نده عزیزم، اصلا به خودت فشار نیار. بدهیم از پارو بالا میره. دوست صمیمیم و دخترم منو ول کردن، رفتن جزایر یونان خوش میگذرونن. الانم این متنو. چه خوش گذرونی تو رو خدا. نه به خدا، دختر زحمت میکشه، کار میکنه، منم همینطور کار میکنیم. ول کن تو رو خدا. با اون گزارشی که اون نوشته مگه میشه این همه بدهی و پاس کرد؟ اصلا حوصله ندارم. تصمیم گرفتم خونه رو بفروشم، بدهی ها رو بدم. نهیر دخترم گرکم و بیرجیک میام، من خمیر گرفتم. وایی نهیر زبونتو سوراخ کردی ها؟ نه مامان، داشتم امتحان میکردم ببینم به میاد. دهنتو باز کن ببینم. باز کن. نهیر آیی سکتم دادی، فشارم رفت بالا. برای چی؟ به نظرم به میاد. دخترم تو دیگه آب کش شدی، آب بخوری از این مرمرت میزنه بیرون. بس دیگه. مامان افکارت خیلی قدیمیه. افکار من قدیمی نیستش. آبجی بیرجیک میاد. آره اونم میادش، ولی نمیدونم چی بپزم. میخوام فلفل کبابی درست کنم برم یوفکا بگیرم. زود باش دخترم، زمانمون کمه. زود باش دیگه. ببینید هوای چیه؟ هوای عشقه. اینجا کجاست؟ چاه عشقه. تو این چاه پول میندازین، اگه پول که بندازین بغل چاه بیفته چی میشه؟ عشقو پیدا میکنی. اگه داخلش بیفته تو خونه مامان ترچی میندازه. تو پویراز دیدی؟ آره دیدم. عصبی بود. یعنی چی؟ من فقط پیشنهاد دادم، چیزی نگفتم که. چه پیشنهادی؟ از پرسیدنم پشیمونم کردی. بی خیال این سوال، ولش کن. ببینم چطور بود؟ از هرس دستشو مشت کرده بود یا صورتش ترسناک شده بود؟ کدومش؟ آره ببین پویراز همیشه تو برقه، میدونی که. باشه ممنون. حاضران؟ اومدنی به خونت سر زدم، صبح زود رفتی. قرار بود با هم بیاییم وام برداریم، شریک. یعنی چی؟ برای وام برداشتن به خونم اومده بودی؟ آره یعنی صبح برای همین بهم سر زدی؟ فقط همین؟ آره. حرف دیگه نمیخوای بزنی نه؟ حرف دیگه؟ درباره تعمیرات چند تا مشکل هست که بعداً حرف میزنیم، عجله‌ای نیست. معلومه که درباره مشکلات و تعمیرات حرف میزنیم، همشون رو حل میکنیم با هم. پویراز الان انقدر خیالم راحت شد که نمیتونم به توضیح بدم. یعنی چیزه. من میترسیدم که بهمون وام ندن، لحظه آخر یه مشکلی پیش بیاد، همین. آره واسه این. لازم نیست که بترسی، خیالت راحت. صبح پیاده روی هم نرفتی؟ یعنی چیزه، بعضی مواقع صبح میبینمت، برای همین گفتم.
منم میدیدمت موقع شنا. اجازه میدین؟ بله بله البته. ببخشید راهو بستم. ببخشید معذرت میخوام. یه لحظه صبر کنید. نارنگیاتون داره میفته. شما به زحمت نیافتین. من خم میشم جمعشون میکنم. ببخشید. بفرمایید اینجا هست. بفرمایید. خدا خیرت بده الهی. خواهش میکنم کاری نکردم. خسته نباشین. امروز خیلی خیر شدی. چون که خیلی خوشحالم. خب ببین چقدر روز خوبیه مگه نه؟ بفرمایید. بریم. ما برای وام اومدیم. شما چون گفتی نیم ساعت بعد میایم، منم با خمیر آماده درست کردم. ببخشین دیگه. تکرار نشه. جون چشماتو چپ نکن. ای چشم چپ کثیف. همه چی خیلی خوشمزه شده. خوشم اومد. ممنون. نوش جون دخترم. حاضیران چرا نیومد ها؟ اون خیلی گرفتاری داره. چی شده؟ نه قضیه هتل و شریک و اینجور چیزاست. آخه اگه تلاشش به باد بره حاضیران خیلی ناراحت میشه. به خدا انقدر بهش التماس کردم که نگو. بهش گفتم وایسا رو سرش گذاشته و میخواد بفروشتش. کی میخواد بفروشه؟ چیو میخواد بفروشه؟ یه فامیلی تو استانبول. به نظرت به حاضیران بگی؟ بعدش دعوا بشه ها؟ با کی؟ ای خدا بس تو رو خدا. یا تو واضح حرف بزن یا شما مادر و دختری اینقدر فضولی نکنید. خواهش میکنم. قضیه خاصی نیست. یه چیزی در مورد زینبه. آها باشه. نهیر دخترم بیا چای رو تازه کنیم. شما هم راحت حرف بزنیم. باشه بیا عزیزم. خیلی خانم خوبیه. اصلا نگو. فکر کنم فقط زینب بد اخلاقه. آره. به نظرت بگیم حاضیران چقدر داره تلاش میکنه که خونه فروخته نشه؟ شاید منصرف شد. بابا حاضیران منو قسم داده نمیشه بگیم. تو جزیره است نمیشه. باشه بابا. پس اون دختر که اینقدر داره تلاش میکنه خونه باباش فروخته نشه چی؟ باید یه کاری بکنیم. بابا آخه مگه خونه اینقدر زود فروش میره؟ هیچی نمیدونی داه. ببین من با زینب حرف میزنم. باشه یه جوری متقاعدش میکنم. تو به هیچ وجه با حاضیران حرف نزن. میونش با مامانش بد میشه. باشه ببینیم. تو این سفره یه چیزی کمه. خب مامان قراره همینجوری همینجا وایسی؟ یه لحظه وایسا دیگه. مگه چی میشه؟ چی کار کنیم؟ داخل بیایم بهشون گوش بدیم؟ واقعا که خالم قراره چیزی بفروشه؟ نمیدونم. خدا میدونه چقدر نیاز داره. آبجی حاضیران گفت درست میشه. ببین درست نشده. دختر خوشگل من. آخه ببین چقدر بار روی دوششه. نهیر ببین منو. به هیچ وجه ممکن به حاضیران چیزی نگو. ناراحتش نکن باشه؟ نه بابا چرا باید همچین کاری بکنم؟ الانم برو داد بزن که مامان نون لازمه که صدامونو بشنون. زود باش. سلما تو این سفره یه چیزی کمه ولی متوجه نمیشم چیه. چی کمه ها؟ چی کمه؟ چی کمه؟ دستت درد نکنه خاله نجلا. خیلی خوشگل شده. گو ببین چقدر خوشگله. والا من که یکی میخرم حتما. خاله نجلا یه چیزی میخواستم بگم. تو یه خواهرزاده‌ای داشتی اقامت اینجا رو گرفت. والا بابام دیگه داره عصبانی میشه. هی تو خونه میگه چرا تو انتخابات کشورش رأی نمیده. میده باشه من بازم یادآوری میکنم. خسته نباشی. روز بخیر. این دیگه چیه؟ خیلی زشته. زنه نمیفهمه اصلا. بی سلیقه است. آخه کی تو تابستون کلاه میفروشه دیوونه؟ ایدیل به نظرت کار خوبیه پشت سر کسایی که به بابات رأی میدن اینجوری حرف بزنی؟ چجوری حرف زدم؟ برو بابا شنیدم. اشتباه شنیدی. من خاله نجلا رو خیلی هم دوست دارم. یه چیزی میخواستم بپرسم. این دورویی هم که داری به خاطر شغل و مقام باباته یا برای این که همه دوستت داشته باشن؟ به نظرم که من یه همچین مشکلی ندارم. به نظرم داری ولی نمیدونی. نه ممنون نوش جان. من یه خورده میخوام. مرسی. حالا کی بر میگردی هاکان؟
برای یه مدت اینجا. هوای جزیره خیلی خوبه. چه خوب. به نظر منم. میبینمت دویگو. میبینمت. ایدیل، زمین به آسمون برسه تو عاشق هاکان نمیشی مگه نه؟ نمیشم. چی میشه؟ یکی دیگه عاشقت بشه عصبانی نمیشی مگه نه؟ همینجوری پرسیدم بابا. ای بابا. هتل این طرفه. کجا میری؟ اول باید جشن بگیریم. جشن چی؟ بیا ببینیم چقدر خرج کردیم. باشه بابا، وقتی قهوه‌ای جشن خوردیم با هم دیگه حرف میزنم. بدو. باشه فهمیدم. تا جشن نگیریم نمیتونیم بریم سر کار. باشه. سلام. انگار کیفتون کوکه. آره، وامی که برای هتل نیاز بود و گرفتیم. دیگه من و پویراز یه حساب مشترک داریم. عجیبه، اولین کسی هستی که پویرازا با ما بودن جمع می‌بندی. قهوه ترک؟ درسته. آره راستی به دوستی که نامزدیشون انجام میدیم گفتم فقط چیزای سنتی درست میکنی. بهشون گفتم اما میشه یکم دستور پخته تو یه خورده تغییرش بدی؟ یه کوچولو. کجا رو تغییر بدی؟ کجاشو تغییر بدی؟ یعنی مثلا چیزو اون باقلوای شیرین و محشرت هستن و بینشون یه جوری خامه سفید و ترافلای رنگارنگ بریزی خیلی خوب میشه. محشر میشه. نمیشه، دستور پختم قابل تغییر نیست. پس لطفا روی کیکشون یه چیزای شبیه خودشون، نقلای ریز و شکلات و این چیزا بریز ها. لطفا دیگه. باشه این کارو بکن دیگه. لطفا بگو دیگه. باشه. خیلی خوب، پس قبوله. عکساشونو برات میفرستم. باشه. اینم حل شد. میتونم خطشون بزنم. این کار هتل خیلی برات مهمه نه؟ آره. موفق میشیم. اصلا نترس. دیگه نمیترسم. رو تبلت من راستش اینجا حرف بزنیم. باشه. پولدار شدین ولی قهوه ها رو مهمون من هستین. نه نیازی نیست. نه نمیخواد. چرا لازمه؟ اون مبالغی که اوستاها گفته بودن همراته؟ نه همرام نیست، تو ذهنمه. یعنی حافظه خوبی داره یادت نمیره؟ نه من چیزی نگفتم. اون پسری که دیشب اومد گفتی دوستته، هاکان، واقعا رفیقته؟ آره دوستمه. میونتون خوبه؟ چرا میپرسی؟ هیچی. من و هاکان با هم بزرگ شدیم. آدم خوبیه. آره معلومه. یعنی من همچین حسی بهش نداشتم. ببخشید. نه اشتباه کردی. من مدت هاست هاکانو میشناسم. ندیدم تا حالا خطا کنه. شب میخواست یه چیز مهم بهت بگه. نه بابا، مادرشو تنها گذاشته، یکم واسه اون ناراحته. همین؟ فقط یعنی راجع به این حرف زدی؟ نه من فقط نگران شدم که نکنه اتفاق بدی افتاده باشه واسه من. باید برم مولودی خاله رفیقه. حلوای خواهرشو خوردم، مال اونو نخوردم، حرف در میارم. ایدیل سمت چپتو نگاه کن. به به، صبح خیر. چه خبر؟ سلامتی. میدونی که چقدر کار دارم، درگیر کارهای جزیرم، همش تو تکاپو. بازم کدوم کار؟ مهمون سرای شهرداری سابق و کتابخونه کردم. پنجشنبه افتتاحیه داریم. تبریک میگم. ممنون. از کتابایی که هدیه دادی یه راهرو مختص تو درست کردم. حتی تو را به دویگو هم گفتم اسم اون راهرو رو بذاریم پویراز. آره دقیقاً همینو میگفت. تو کتاب هدیه دادی؟ نه بابا، یکی دوتا. یکی دوتا؟ یه عالمه کتابه که یه راهرو رو پر میکنه. گوش کن. خیلی خوب. نیازم نیست که اسم کتابخونه رو بذاریم پویراز. خیلی خوب باش. پویراز دیگه. هیچ وقت دلش نمیخواد خوبیایی که کرده جایی گفته بشه. طبیعی هم هست، چون تو نمیشناسیش نمیدونی. به
اوستا علی باید 6000 لیر بدیم بنویسش. آره بنویسیمش. میگم برای روشنایی باغچه مکانم باید مجزا با اوستا حرف بزنیم نه؟ باشه من هماهنگ میکنم. آره باشه. تو حق یکی از دوستام یادمه که لوستر افتاد وسط مجلس. شکر خدا اون لحظه اونجا کسی نبود که چیزیش بشه. میدونی که روشنایی خیلی مهمه. خب خسته نباشی. همچنین. کتاب خوندن رو دوست داری؟ نمیخوای کسی از خوبیایی که میکنی با خبر بشه؟ من هر روز چیز جدیدی دربارت یاد میگیرم. تو چی؟ من؟ تو هم از تفره رفتن از کار خوشت میاد. زود باش. باش. چی شد؟ چی شده؟ دویکو چی شده؟ همکاری میکنن دیگه، حتما باید داد بزنن به همه بگن. ایدیل آروم باش، من دوستتم. الان همه سعی میکنن اعصاب منو به هم بریزن. ای خدا، میگن پویراز با حاضیران گفته اینجا بمون، ممکنه چیزی بینشون باشه. چی میتونه باشه؟ نگفتم ممکنه چیزی باشه. ببین این خط، این نشون، این هتل بسته میشه، این دخترم از این جزیره میره. اتاقی که ایلول و آدا بعد از نامزدی قراره اونجا بمونن هم آماده است. فقط کارای دوست بدخلقت مونده، دستکاریای اون مونده. گورکم. آره خب یکم بد اخلاقه. ببینم اینجا اشتباهه ولی آره چون به من 1200 گفته بودی 1500 نوشتی. نه ببین تو صورت حساب نوشته 1500. اینجا هم همینطور. نه ببین چیزه راستی درباره لوستر بگم. باید لوستر پذیرایی هم بس کنیم. باید یه لوستر پرزرق و برق اونجا بذاریم، اینجوری بهتر. لازم نیست چون پذیرایی خودش لوستر داره. 100 سال پیش داشته. الان یه ضایعاتی اونجا آویزونه. من تعمیرش میکنم. نه نمیتونی. من به نظرم این که روی حیاط و جایی که به دریا دید داشته باشه باید کار کنیم. هتل رو باید لوکس نشون بدیم. آره لوستر پذیرایی عوض نمیشه، به کار دیگه ای هم نیاز نیست. نیازی نیست، عوض نمیشه، تموم شد رفت. خیلی لجبازی، مرغت یه پا داره. ببخشید اینطوری میگم واقعا لجبازی. دقیقاً همینطوره. امروز خیلی خوشحالم، با دعوا کردن با تو خرابش نمیکنم. باشه یه جوری باید به تفاهم برسیم دیگه. به نظر منم بحث نکنیم، راهنماییت کردم. میگم تفاهم یعنی یه قدم من سمت تو بردارم، یه قدمم تو بردار، اون وسط ها به هم میرسیم دیگه. من از چیزی که به نظرم درسته چرا صرف نظر کنم؟ تو چرا اینجوری هستی؟ ببین اینجوری نرو. من اصلا لوستر نمیخوام. در عوض تو هم باید خواسته منو قبول کنی. هر دومون باید راضی باشیم. چرا سوار تاکسی نشدی؟ تا از جلوی مغازه آلپر بگذری. دلیل؟ وانمود میکنیم که داریم اتفاقی رد میشیم. حتما به خاطر رفتار دیشبش خیلی پشیمونه. خب منو پیدا نمیکنه تا ازم عذرخواهی کنه. الان شانس در خونه‌شو میزنه. تو نصف شبی برای چی مثل جغد اومدی اینجا؟ به سرم زد اومدم. نپرس دیگه. تو نگاه نکنه، بذار اول اون ما رو ببینی. نگاه نمی‌کنم. گورکم آرومتر رو برو. گورکم چقدر بهت بگم نمیخوام. ای بابا بس کن دیگه. عجبا 100 دفعه بهت گفتم نمیخوام، اصلا حالیت نمیشه. تو هم اینجایی؟ اینجا مغازه منه. آره راست میگی. من با گورکم حرفم شد، حواسم پرت شد، اصلا دیگه نفهمیدم. تو شبا دیر اینجا رو میبندی، صبحم زود باز میکنی. حتما خیلی خسته میشی مگه نه؟ عادت دارم. یارو بهت توجه نکرد، ناراحتت کرد دختر. به توجه نشد، دلگیرت کرد، دلگیر شدی. والا قلبم تیکه پاره شد. بیا بریم بابا، بیا بریم. به خدا که تیکه پاره شدم. من مطمئنم که اون از من خوشش میومد، باور کن. عزیزم قلبت میگیره، یالا بریم بیا. یه لحظه صبر کن وایسا. پیانو نوازا دارن زنگ میزنن.
آزیران هنوز خبر نداده. بریم هتل را بیفت دختر، بیا بریم. الان است که دیگه دیرمون شه. زود باش بیا اینقدر نگاه نکن. پویراس، من میرم دنبال ایلول و آدا. اگه چراغا اومدن لطفاً کنترل کن باشه. پویراس چه آدمی؟ تو یه چیز دیگم سفارش دادی؟ نه. خب پس این چیه؟ یعنی چی؟ پیانو سفارش دادی؟ من سفارش ندادم. خب منم ندادم، حتی بلد نیستم که بزنم. آقایون فکر کنم یه اشتباهی پیش اومده، اصلا نیارین پایین. مگه اینجا روستای نیمازو نیست؟ آره درسته، ولی ما پیانو سفارش ندادیم. باشه ولی آدرس درست اومده. داداش مگه نمیشنوی؟ میگم ما پیانو نخواستیم. خواستیم. آره سفارش همینه آقایون. میدونید که قراره بره پیش صندوق تو رستورانی، از این یادآوری کنم زود باشید. ما حمله میکنیم. با همین هنرتون رو نشون میدید دیگه، مگه نه؟ زود باشید حمل کنید. گورکم چی کار میکنی؟ این چیه دیگه؟ پیانو دیگه چیه؟ تو خونه ما هم هست. البته کسی بلد نیست بزنه، ولی مادر ما میشناسی دیگه، خودشو خیلی دوست داره. یه خورده به راست، یه خورده چپ، همونجا بمون. وایسا. گورکم اینو بفرست بره. بعدشم تو جزیره چطور پیانو پیدا کردی؟ از کجا میخواد باشه؟ از اینترنت دیگه. و یه مردی بود لامپ دیسکو میفروخت، باید میدیدی. منظورم لامپ دیسکوه، چهره پنهان جزیره. راستی من پولشو دادم، پس شما هم برام واریز کنید لطفاً. خب حواستون باشه. نه شما نرید، اینم با خودتون ببرین لطفاً. نه نمیتونید برین، نمیتونید. گورکم قرارمون چی بود ها؟ نمیتونی هر طور دلت خواست خرید کنی؟ بابا بهت میگم من خبر نداشتم. الان خیلی خوشگل شد مگه نه؟ کسی نیست که پیانو بزنه، اما پیانو داریم که خیلی هم بزرگه. همدیگه رو دعوا نکنید. مشتریا وقتی وارد شدن اول اینو میبینن و بعدش یه باد رمانتیک به صورتشون میخوره. شب میشه، میان اینجا، همه جا تاریک، بی سر و صدا. خیلی خوب میشه، خیلی. همه عاشقش میشن. این دیگه چیه؟ نکنه پیانوه و سفیده. پسر آروم پیانو میزنه، بعدش به انگشت دختره که پیانو میزنه دست میزنه. بعد دختره رو آروم میکشه سمت خودش. بعدش همدیگه رو میبوسن. من دارم میرم پشت بوم. اون پیانو از اینجا میره و نمیخوام ببینمش. به من دستور نده لطفا. آزیران تو رو خدا متقاعدش کن، بدون پیانو اصلا نمیشه. تو برو با گریه تو دفتر خاطراتت بنویس باشه. نمیتونم برای پیانو هم دعوا کنم. بریم بیرجیک. چند دقیقه دیگه میام، وایسا. کیه؟ هاکانه؟ رسما داره با من بازی میکنه. شب گفت همه چیو به پویراز گفته اما نگفته. منظورش از این کارو و اذیت کردن چیه؟ راستش نمیدونم، ولی به خاطر اون شب اصلا خوابم نبرد. بعدش پویراز صبح اومد جلوی در خیلی منو ترسوند. انقدر ترسیدم فکر کردم میخواد بگه چقدر ازم متنفره، بگه آدم بدی هستم، به من بدی کردی و این چیزا. تو قبلا هم با همکارات دعوات شده بود ولی اینقدر ناراحت نبودی. پویراز فرق داره. منظورت چیه؟ خب منظورم اینه که رابطمون فرق میکنه. یعنی رابطه کاریمونو میگم. منظورم اینه که همیشه کنار هم کار میکنیم. نمیخوام بگم بازم همدیگر رو دیدیم، چون که من فهمیدم که اینجا همه همیشه همدیگر رو میبینن. آره متاسفانه. ایدیل گل فروشی کجاست؟ کوچه بالایی میدون. ممنونم. یالا برای مراسم نامزدی باید یه کامیون گل بخرم. بدو.
خوش اومدین ایدیل خانم. ممنون عزیزم. تو همه اینا رو جمع کن، من یه ماشین میگیرم میام. متوجه نشدم. چیه نفهمیدی؟ به جز دستگاه هایی که تو مغازه است من همه این گلا رو خریدم. فهمیدی؟ باش عزیزم. خب اینو نمیخوام. شاید یکی دیگه پیدا شه اینو بخره. باشه. یکم بی‌مورده، تو بهتری. رومانتیک بای. عوضی اونجاست. تو اینجا بمون لطفا. تازه دوست دوران کودکی پویرازم هستی؟ آره، تو هر گوشه یه جزیره خاطره داری. تو هم برای این که از آقا دویگون پول بگیری به اینا خیانت کردی؟ آره؟ پول خوبی گرفتم. تو به خاطر پول رفیق تو فروختی. هنوز چطور میتونی تو روش نگاه کنی؟ تو چطوری میتونی تو روی پویراز نگاه کنی؟ یواشکی وارد کارخونه شدی، عکس برگه‌ها رو گرفتی و بعدش هم فرستادی بانک. من نفرستادم. تازه نمیدونستم که میخواید بفرستی. بلکه وسیله شدی حزیران. من اینو برای پول کردم، تو هم به خاطر اینکه ترفیع بگیری کردی. چه فرقی با هم داره؟ من اون موقع پویرازو نمیشناختم. باشه، اگه میشناختم به هیچ وجه این کارو نمیکردم. به هیچ وجه. من آسیبی که به پویراز زدم و تلافی میکنم. با تبدیل اون خرابه به هتل دیگه. آره، آرزوی موفقیت دارم براتون عزیزم. من به آرزوی خوبتون نیاز ندارم. من یه مدتی این اطراف هستم. با توجه به پیشرفت هتل اگه چیزی مانع کار آقا دویگون بشه مداخله میکنم. که میخوای مداخله کنی؟ آره، یعنی در اصل نیازی نیست کار زیادی انجام بدم. اگه راز تو به پویراز بگم هتل رو سرت خراب میکنه. نمیتونی بگی. اون وقت چرا؟ چون که اگه بگی راز تو هم برملا میشه. من چیزی برای ترسیدن ندارم. به نظر من داری. منو برای اینکه دنبال یه آتو از کارخونه پیدا کنم فرستادی، چون که نخواستی خودت بیای و رابطت با پویراز به هم بخوره. اگه کاری که کردی لو بره، نمیتونی تو صورت پویراز و سایر مردم جزیره نگاه کنی. تو هم از این میترسی؟ خب پس این کارو میکنیم. تو راز منو نگو، منم راز تو رو نمیگم. هرچی باشه تا آخر تابستون آقا دویگون برنده میشه. تو هم فقط با هتل سر و کله میزنی. خواهیم دید. اگه بین من و اون پول قرار بگیری نابودت میکنم آزیران. میفهمی؟ حواسم بهت هست. هر کاری از دستت برمیاد بکن. ممکنه وقتی یه روز بیدار شدی با صورت عصبانی پویراز روبرو بشی آزیران. مواظب باش. چی شد؟ به کسی چیزی نمیگه. از کجا میدونی؟ چون که اگه بگه خودشم میبازه. اما اجازه نمیدم تا آخر عمرش پویرازو گول بزنه. وقتی خواستم برم همه چیو با زبون خودم برای پویراز تعریف میکنم. منم مثل اون بودم، نه بیرجیک؟ یعنی مثل هاکان. وقتی آدم تو شهر وابسته به هدفش زندگی میکنه نمیفهمه اصلا چی کار میکنه. تو مثل هاکان نیستی. ببین تو واقعا آدم خوبی هستی. بگذاریم، ولش کن. الان به اینا فکر نکنیم. اول زمین پویراز و خونه بابامو نجات بدیم، بعدش یه کارش میکنیم. باشه؟ تازه امروز اولی مهمونامون دارن میان. زود باش. من یه مدت دیگه باید اینجا بمونم آقا دویگون. بعضی هستن که ممکنه مانع پروژه ما بشن. باید از نزدیک حواسم بهشون باشه. آره باشه، میبینم. هاکان خوش اومدی پسرم. خوش باشی خاله سلما. چطوری؟ چه خبر؟ به خیاطی ادامه میدی؟ معلومه که ادامه میدم پسرم. شما میرین و میای تغییر میکنین ولی اینجا مثل قبله. ببین این اطرافم تغییر نکرده. پویرازم که دیگه مدیر شده.
آره با خواهرزاده‌ام میخوان اونجا رو مدیریت کنن. حزیران خواهرزاده توه؟ آره که خواهرزاده من آشنا شدین. آره خیلی هم خوب. ببین چی میگم، یه روز بیا برای دلمه درست کنن. تو خیلی دوست داری، گرچه مامانتم خیلی خوشمزه درست میکنه. تو یه جور دیگه درست میکنی خاله سلما. البته که میام، مگه میشه نیام؟ تازه خواهرزادت حزیرانم میاد با هم میشینی. آره پسرم میبینمت. به مامانتم خیلی سلام برسون. میبینمت خاله سلما جون عزیزم. خیلی خوب، اینم راهیه که شما میرید محل عقد. از اینجا میگذرین، اما اینجا رو اینجوری خیال کنید، اینجا رو نورانی میکنیم، تو مسیرم تابلوهای چوبی میذاریم، اونجوری تصور کنید. باشه اینطوری فکر کن، ببین قشنگ نیست؟ زیاد که دهاتی نمیشه نه؟ این چه حرفیه؟ مگه من همچین چیزی برات درست میکنم؟ عشقم بوی خاک به مشامت میرسه؟ تلفظ کن. آره بوشو میشنوم ولی هول میکنم. یکم بارون بیاد اینجا باطلاق میشه. جونم هول نکن، هیچی نمیشه. همه چی رو کنترل کردم. هواشناسی گفته که 15 روز آینده تمام آفتابی. عزیزم خیالت راحت باشه. بیا بریم، زود باش. خب چطوره؟ ها؟ اینجا همون جاییه که مراسم نامزدیتون رو میگیری؟ عشقم مالی نیست؟ از نظر تو همه چی عالی و محشره. زمینو ببین، چمنم نیست. حالا چمن هم نباشه مشکلی نیست، میتونن حلش کنن مگه نه؟ آره مگه نه پویراز؟ درختام خیلی نامنظمه، آدمو پخش و پلو میشه. چون یه باغچه طبیعیه برای همون. درسته؟ خب تو طبیعت درخت‌ها تو یه ردیف مرتب بزرگ نمیشه. نمیشه. دیگه دقیقاً درست میگه. اینجا طبیعت دیگه خیلی خوبه. واقعا حسودیم شد. این ماجراهای آینده شغلی تمام بشه فوراً اینجا اسباب کشی میکنیم مگه نه عشقم؟ آره تو میایی ولی قبلش درخواست طلاق تو میدی و بعد میای. ایلون جون یه خونه ییلاقی میخری، تابستونا میاید اینجا، زمستونا استانبول عالیه مگه نه؟ آره خیلی منطقیه. جونم دست گلایی که فرستادم و دیدی؟ بله که دیدم. یکم بعد میریم همه دست گلا رو حلش میکنیم خیال تخت. عالیه. میخوام همه جا پر از گل باشه. این طرفا، اینجا و اون. عشقم منظره رو ببین. زود باش بگو. چی بگم؟ بگو دیگه. همون بار اولی که ایلولو دیدی ازش متنفر شدی نه؟ دلم به حال پسر سوخت. تو اگه میدیدی آدا چطور پیگیر ایلول بود؟ خوبه؟ الان بیشتر دلم سوخت. ایلول جون گورکم از جزئیات برنامه براتون بگه، منم برم گلا رو حل کنم. میبینمت. بای بای. دخترم تماشا میکنی؟ اینجاشو اینجوری پیچ میدی. نهیر حزیران. خاله خیلی عجله دارم. دخترم صبر کن فوری یه چیزی بهت بگم. تو الان مکان جدیدی افتتاح میکنی، از همه جا خرجای ریز و درشت دستت میمونه. منم یکم پس انداز دارم، اگه یه وقت لازمت شد بهم بگو. خب ممنونم خاله. نمیخواد. میدونم الان به همه چی فکر کردی ولی من که غریبه نیستم. بالاخره خاله تو هم اگه چیزی نیاز بود راحت بهم بگو. باشه خاله، اما جدا مشکلی نیست، دارم حلش میکنم. ممنون. خیلی خوب باشه برو. آبجی حزیران منم میام. مامانم چی میگفت؟ هیچی. فکر کردم جزیره بمونی، مدام میبینمت ولی حتی نمیتونم چند لحظه ببینم. تدارکات مراسم تموم شه، بعدش یکم راحت میشیم. نهیر تو یکی به اسم هاکان میشناسی؟ همون که استانبول کار میکنه؟ آره چرا پرسیدی؟ چطور شخصیه؟ تو جزیره چطور شناخته میشه؟ خوبه. نهیر چقدر اطلاعات دادی، دست درد نکنه. کنجکاو چیش هستی؟ یه آدم معمولی دیگه. دوست پویرازه؟ آره بچه بوده باباش مرده، وضعیت اقتصادی مادرش هم زیاد خوب نبوده ولی وقتی داداش هاکان شاغل شده وضعیتشون بهتر شده. انگار کار الانش هم داداش پویراز جور کرده. پس اون دوستی که اوستا میگفت هاکانه. چه جالب. تو از این مراسم پول زیادی به دست میاری؟ آره؟ چه میدونم. امیدوارم مهمونا هتل رو پسند کنن، برای اقامت هم بیان. باید همه اتاقا رو پر کنیم و الا اوضاع خیلی خیته. فهمیدم. خب کارا چطور پیش میره؟ یه جورایی پیش میره. امروز اومدن باغچه رو دیدن. فهمیدم. لابد قش و ضعف رفتن. پسر پسندید. دختره دردسر درست کرد نه؟
گفت درخت نامنظمه. شوخی میکنی؟ یعنی چی؟ عادت کرده همه چی رو هر جوری که خواست مدیریت کنه. میخواد که طبیعت هم به حرفش گوش بده. اگه تا این حد طرز فکر را فرق میکنه بعد جور عاشق همه. باور کن ازدواج نمیکردم. شاید همینطوره. میری یکی که شبیهت نیست و پیدا میکنی، بعد جورم عاشقش میشی، تهش اونم هدفت میگیره و تو رو میکشه. قصه های همیشگی. من میرم. به سلامت داداش. سلام، خسته نباشی. سلام. من برای یه مراسمی میخواستم گل سفارش بدم، اما خیلی نیاز دارم. این هست. کاکتوس خیلی خوشگله، منم خیلی دوستش دارم، اما امروز نمیشه. اون یکی گلاتون کجاست؟ اگه گلخونتون نزدیکه میتونیم بریم و انتخاب کنیم. نهیر تو مجبور نیستی با من بیای باشه؟ نه منم نمیام. همه گلای گل فروش و گلخونه فروخته شده. چطور فروخته شد؟ ایدیل خانم امروز اومد و همه رو خرید. روز خوش. چطور میشه؟ گل فروشی دیگه اینجا نیست. پس من از کجا گل پیدا کنم و بخرم؟ نه داداش صادق، خواهش میکنم دیگه به گل فروشی گیر نده. من همه گلای گلدون مادرمو میکنم، حتی گلای درشت رو جمع میکنم. شما فقط پول بهم بدین، خبرم بهم بدید. خب منو ببین، میخوام بدونم تو کاری هست که نتونی انجام بدی. بگو ببینم. اختراع نشده هنوز. وای، اگه ایلول بشنوه منو به عنوان گل به چوب وصل میکنه. تو رو خدا یه فکری کن. یالا یه فکری کن، خواهش میکنم. نجاتم بده، خواهش میکنم. تو رو خدا. از کاغذ رنگی گل درست کنیم، نظرت چیه؟ باشه. چطور کاغذ رنگی هایی ها؟ ای خدا، میگه باشه. بابا مگه اینجا مهد کودک؟ چی میگی تو آخه؟ ایدیلم امروز رو پیدا کرد که همه رو بخره. همونی که موهاش تکون نمیخوره. تو از کجا میدونی؟ چند روز پیش اومد هتل، اونجا دیدمش. آره بابا، ازش آدرس گل فروشی رو پرسیدم ولی به من هیچی نگفت. آدرس گل فروشی رو پرسیدی؟ اونم همه گلا رو خریداره. بدبختت کرد یعنی. تو چطور به این نتیجه رسیدی ها؟ چطور رسیدم؟ بابا دختر شبیه نامزد پویراز دیده میشه. تو هم اومدی پسره رو میبوسی. حاضیران ببین تو این دنیا یه چیزی به اسم انتقام هست. ببین منو، تو قضیه بوسیدن از کجا فهمیدی؟ آره دیگه، بیرجی گفت. آره اون توضیح داد. خالتم دستش درد نکنه، همه رو با جزئیات تعریف کرد. بی خیال، الان قضیه اون نیست. قضیه رو فراموش میکنه؟ به نظر من که نمیکنه. من باشم فراموش نمیکنم و اینجوری انتقام میگیرم. پویراز کجاست؟ رفتم دیدن آیلی خانم. چی کار میکنی؟ نمیدونم، بذار یه خورده پویراز فکر کنه. چه خبر زوربا؟ هوا خیلی گرمه مگه نه؟ نکنه اون صاحب گنده دماغت امروز نبردتت بیرون؟ یه مشکل بزرگی داریم. بیا تو پیش مادر بزرگم، سر و صدا نکن. تب و فشارش رو مرتب چک میکنیم. با ایدیل؟ آره، یه لحظه داره تموم میشه. نه، به نظرم میتونیم پیش مادر بزرگتم حرف بزنیم. یعنی ناراحتش نمی کنیم. حتی من اگه به جاش بودم میخواستم بدونم تو زندگی چیا جریان داره. توضیح بده ببینم زندگی چطور جریان داره. تو گل فروشی گلی نمونده. نه ترس، این دفعه رشوه‌ای ندادم. میدادم هم چیزی نمیشد. ایدیل هرچی گل تو مغازه بود و خریده. من امروز تو راه دیدمش و آدرس گل فروشی رو پرسیدم. یعنی اون میدونست که من میخوام برم اونجا. منظورت چیه؟ متوجه نمیشم.
به نظرت یه خورده عجیب نیست؟ به نظرم عجیب نیست، تصادفی بوده. اون از کجا میدونه که تو کی و چقدر گل نیاز داری؟ پس تصادفیه. منم میخواستم باور کنم که تصادفیه، ولی خب گورکم بابا اصلا برام مهم نیست گورکم چی میگه. بعدش هم متوجه نمیشم ایدیل چرا بخواد به تو آسیب بزنه. نمیتونم. یه لحظه منتظر باش. سلام، خوبی؟ سلام پویراز. یه چیزی میخواستم بهت بگم. ما تو هتل جشن داریم و برای دکور به گل نیاز داریم. امروز حاضران رفته گل فروشی. ولی امروز رفته؟ منم صبح گل فروشی بودم، همه یه گلا رو خریدم. آره درسته، انگار همچین چیزی شده. برای افتتاحیه خریدم، اما اشکال نداره، یه کاری میکنیم. من این گلا رو خریدم، گفتم تو خونه باشه بهتره، اما میدونی چی کار کنیم؟ میخوای به حاضران بگو بیاد این گلا رو از خونه من ببره. تو جدی میگی؟ آره خب، افتتاحیه من یکم بیرنگ رو میشه، ولی عیب نداره، مهم هتله. ببین خیلی ازت ممنونم، خوشحالم کردی. خواهش میکنم عزیزم. نوت خیلی لجبازه. شاید نسبت به تو اینطوری رفتار نکنه. من در برابر مامان بزرگم شیرین ترین بچه دنیا می شدم. خیلی می ترسیدم که کاری کنم عصبی و ناراحت بشه. البته هر کاریم که می کردم عصبانی نمی شد. تو بهتر از من می شناسیش. یه روز وقتی به هوش اومدی درباره اون با هم حرف می زنی. دستاش خیلی خوش شده بود. من یکم کرم زدم. مشکلی نداره که؟ احتمالا نداره. راستش یه دونه دیگه از این کرما دارم. این مال خاله عالیه باشه. ممنون. الان باهاش صحبت کردم. همه گلا رو به خاطر افتتاحیه کتابخونه خریده. گفت نمیدونستم حاضران امروز لازم داره. گفت اگه میخواد بیاد از خونم ببره. واقعا میگی؟ آره. از این به بعد قبل از اینکه کسی رو متهم کنی دوباره فکر کن. گورکم پرم کرد، وگرنه من نمیخواستم کسی رو متهم کنم. باشه دیگه، پس من برم گلا رو بیارم. باشه اوکی، تو هتل میبینمت. خداحافظ خاله عالیه، میبینمت. ایدیل، تو فرشته بیبال هستی. معلومه که هستم، چرا تعجب میکنی؟ چه میدونم، فکر میکردم کل گلای جزیره رو میخری تا اون دختر شهر در شرایط سختی قرار بگیره. نگو میخواستی بهشون هدیه بدی. تو خیلی خوبی. بله. رفته ازم شکایت کرده. میخواست میونمونو با پویراز به هم بزنه، منو از چشم پویراز بندازه. بیشتر از اینا باید منتظر بمونه، مگه من احمقم؟ خب حالا این گلا رو بردار ببر حال کنه. با احترام از طرف ایدیل. آبجی حاضران، میرم شنا، تو هم بیا. نه، من وقت نفس کشیدنم ندارم. خونه ایدیل کدوم خیابونه ها؟ تو همین خیابون. میری باش دعوا کنی؟ وای منم میام. تا حالا اینه دعوا کردن ندیدمش، خیلی هیجان داره. دعوا نمی کنیم. چی میگی؟ دختر محترمانه گفت بیا گلا رو ببر، همین. اون افی میگه اگه بگم کاسه ای زیر نیم کاسشه. منو ببین، تو گورکم منو پر نکنین لطفا. ایدیل دختر خوبیه، باشه، دختر محترمیه، همین. میبینم داداش طارق، ممنونم. دختر حداقل اینو بده. مگه من چلاقم؟ کار خودم میکنم. برو دیگه. خانم کوچولو دیشب اومدن مغازه. خانم کوچولو کیه؟ سیندرلا؟ بیرجیک دیگه.
خب خوابش نبرده بود، اومده بود یه سر بزنه و بره. برای همین با من اومدی؟ 1000 تا کار دارم، برو اینا رو به خاله عظیمه بگو. 2 دقیقه حرف میزنیم دیگه. اخلاقت کپی پویراز شده ها. تو این جزیره فقط اون آدم حسابی مونده. شب بعد رفتاری کردم که داریم مغازه رو میبندیم، صبحم بهش رو ندادم. دیگه فکر نمیکنه ازش خوشم میاد. یه تابستون تو رابطه نباشی نمیمیری که والا. الان اون باید دنبال من بیفته تا سر به سرش بذاریم. واسه من این کارا جالب نیست. عشق چیزی نیست که انقدر جدی بگیریش. وای عزیزم، وقتی پویراز گفت انقدر ناراحت شدم. اگه میدونستم احتیاج داری یه شاخه هم نمیخریدم. بدشانسیه دیگه، جفتمونم تو یه روز نیاز داشتیم. آره تو گفتی. من دنبال گل فروشی میگردم و فکر کردم برای خونت کاکتوس میخوای، وگرنه من نمیخوام حتی یکی مثل تو مهمون جزیره تو شرایط سختی باشه. ممنونم ایدیل، خیلی ممنونم. خبر افتتاحیه کتابخونه ای ما بدون گل باشه اشکالی نداره، مهم اینه که کارهای شما راه بیفته. ولی یه چیزی میخوام بگم، نمیدونم چجوری بگم. میخوام بگم. چی شده؟ اصلا بیا بریم تو، خودت ببین چه اتفاقی افتاده. بفرمایید. نگاشون کن، همشون زود پژمرده شدن، ولی وقتی خریدم تازه بودن. شاید نمیدونم جاشون مناسب نبوده. میتونی کارتو همینجوری باهاشون را بندازی؟ تو رو خدا بگو آره، وگرنه دیوونه میشم از ناراحتی. چه بویی میاد؟ شبیه بوی شوینده است. آره، زمین رو تازه تمیز کردم. نمیشه که میکروبات جور دیگه این نمیرن. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler ikaz. Yani biz seninle karşısınlar dünyanı. Bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim yeterli. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.